الله کتاب جور کرد، باید وزیر او مردم بود. فإني بود نماینده او مردم میشد. مردم بخارا باید در گردنای امام بخاری گلا را مینداختند. امام بخاری را باید هر کس صدا میکرد که من دخترم میتم، هر کس صدا میکرد باغ و بستان خودم در خدمت قرار میتم، هر کس صدا میکرد که امام بخاری را من میمونایش قدر میتم. اما وقتی که در بخارا از نیسابور وارد بخارا میشه، مردم در برابرش چی عکس العمل نشان میدن. هنوز ما شما سرمایه تکلیف نامده. وقتی که شاگردی امام بخاری را قبول کردیم، باید متوجه باشین حال انتخاب پیش شما. حال آمده شاگرد امام بخاری که شروع میکنه میشه، تکلیفا پشت سر براتان میه. گل در کسی در گردن تان نمیدازه، کسی قدر تان نمیکنه، کسی بوت نمیخره، کسی چپن نمیخره، کسی تویب تان نمیکنه، کسی دستکای تان مچی نمیکنه. دلکتان جمع باشه. میخوانی نمیخوانی نخوان. یک تان باشه میخوانم، 100 تان باشه میخوانم. درسای ما هم درسایی هست که کشف شما دوست نداریم. خو اینی تکلیف از این بعد شروع میشه. هرچی بخوانی با خودت باشه، نه عملش کنی، نه با مردم برسانیش، نه با مقتدی بگو. یک گپ نمیشه، هیچ گپی نیست و هیچ فایده هم نکرده. یک تکلیف کشیده، کرای رکشا داده، کرای موترسیکل داده، تیل خریده، که بایسکلت آمده، زحمت کشیده، نشه که باز اوجا اولو تو آیت را که خوانه کمر بسته که بچش عملی مکملی. تا که عملی نکنی هیچ گپ نیست، هیچ خلاص. در مقابل دکاندار که دکان نسازی یک دوست داره، در مقابلش که دکان ساختی با کارش نه سودای من کم نمیشه. بیادر این تو یک گپ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت صفا را که نداد، هیچ گپی نبود، صادق هم بود، امین هم بود. وقتی که در صفا برآمد دعوت داد، گفت کاکا تو بیدین هستی، من دفاع شما را کردن نمیتونم. کاکایی که به خاطر ولادت از او خیرات ها کرده بود. ابو لهب خیراتگر صحیح شد نه؟ ابو لهب خیرات کرده در ولادت پیامبر سلام. حال کسایی هم در ولادت پیامبر سلام خیرات میکنه شاگردای ابو لهب است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنه، خیرات ها میکنه ولی به خاطر روز ولادت. خبر داری ابو لهب کرده بود.